سلام، اینجا اینوستیفای. امروز اولین جلسه از سلسله آموزش‌های ابتدایی ما در مورد بازارهای مالی با تمرکز بر معامله‌گری شروع میشه. فرض رو بر این گرفتم که مخاطب عزیزی که داره این ویدیو رو نگاه میکنه هیچ اطلاعی از چارچوب و زمینه بازار مالی نداره و صفر به صفر شروع کردم به آموزش دادن و تمرکزم روی این بود که یک چارچوبی رو بسازم که بدونید زمینه بازیتون چیه، کجاست و قرار چه فعالیتی داشته باشه. امیدوارم که مفید باشه و اینکه دیدن شما، حمایت‌های شما باعث انگیزه بنده میشه و تیم عزیزمون میشه و خیلی خوشحال میشم که از ما حمایت کنید و ما رو دلگرم به این مسیر کنید. متشکرم. بریم ادامه ویدیو رو داشته باشیم با آموزش جلسه اول. خب بریم سر پاورپوینتمون که صفحه اولش از آموزش بازار مالی از ابتدای 0 تا انتهای 100 آکادمی اینوستیفای. البته اینم قبلش بگم انتهای 100 وجود نداره، ولی تا اونجا که بلد بودم منظورم بود یکم خواستم قافیه رعایت کنم. 0 و 100 ابتدا و انتها و جناس و این حرفا. ارائه‌اش هم توسط مخلص شما میلاد یادگاری هستم. ارائه میشه توسط میلاد یادگاری. اینجا هم که آیدی صفحات مجازی مونه اینوستیفای آندرلاین آکادمی. خب بریم واسه جلسه اول. جلسه اولمون میشه تعریف تحلیل رو، تعریف تحلیلگر رو، تعریف معامله‌گر رو، نقشه راه معامله‌گری، تعریف تحلیل تکنیکال. قبل از همه اینا ما یه دونه پست داریم توی اینستاگرام سر بزنین باحاله، چیز بدی توش نداشتیم. بازار مالی از بیس توضیح داده، بازار مالی رو قشنگ کامل توضیح داده که آقا چی و چیکار میکنه، اصلا داستانش چیه. بعد که بازار مالی رو شناختی میتونی تشریف بیاری اینجا تازه به این برسی که آقا اصلا بازار مالی تحلیل داره، تحلیلگر داره، معامله‌گر داره. سپس میرسیم به نقشه راه معامله‌گری و تعریف تحلیل تکنیکال. خب این جلسمون فصل این جلسمون میگم تحلیل چیست؟ میگم تحلیل علم بررسی یک موضوع واحد به صورت همه جانبه و کامل است. یعنی اینکه آقا شما با توجه به تجربیاتتون، علمتون و ابزارهایی که داری میتونی بیای همه چی رو تحلیل کنی، از سازه ساختمون گرفته تا مارکت تا خرید حتی لباس، همه چی رو میتونی شما تحلیل کنی. میگم تحلیلگر کیست؟ این تحلیلگر فردی است که در حوزه خاص مانند بازار مالی و اقتصادی ربطش شدن بیشتر به مارکت، سرمایه‌گذاری و سایر زمینه‌های مشابه به بررسی و تحلیل داده‌ها، اطلاعات و رویدادها می‌پردازد. اصلی ترین هدف تحلیلگران درک و پیشبینی تغییرات و روندهای بازار و وضعیت‌های مختلف است. پس نگاه کنید، هدف اصلی تحلیلگر کسب درآمد نیست. یعنی بخوایم بریم بررسی کنیم که آقا این الان اینجا اینو گفته چه سودی چه ضرری و چه جوری و فلان و اینا. پس آقا هدف اصلی تحلیلگر درک و پیشبینی روندهای بازار. تحلیلگران میتوانند در انواع مختلف، محیط‌های مختلف کاری فعالیت کنند، از جمله بانک و صندوق‌های سرمایه‌گذاری و هج فاندها و شرکت مشاوری و رسانه مالی و سازمان‌های دولتی. اونا میتونن گزارش‌ها، پیش‌بینی‌ها، توصیه‌هایی برای سرمایه‌گذاران، معامله‌گران و سایر عوامل بازار تهیه کنند. مهمترین ویژه یک تحلیلگر توانایی تجزیه و تحلیل. مهمترین چیزی که داره توانایی تجزیه و تحلیل منطقی البته و دقیق اطلاعات است. یه سری داده بهش میدی، مثل یک کامپیوتر میتونه داده رو پردازش کنه و مثل این هوش مصنوعی که بهش جمله میدی جواب میده. داده رو بگیره، با توجه به تجربیاتش و علمش و اینا یک تحلیل رو به شما ارائه بده که توی تصمیم گیری واسه سرمایه‌گذاری و معامله‌گری میتونه تاثیر داشته باشه. میشه روش تحلیلگران روش مختلفی استفاده میکنن واسه تحلیلشون که حالا توی این جزوه هست، میتونید استاپ کنید خودتون ببینید. یکی از تحلیل تکنیکال استفاده میکنن که به تحلیل تکنیکال میرسیم و تهش اصلا ما میدونیم تحلیل تکنیکال عمیق میشه. از تحلیل بنیادی استفاده میکنن. تحلیل بنیادی چیه؟ تحلیل بنیادی میگه که فاندامنتال
میگه که تحلیلگران بر روی عوامل اقتصادی، مالی، سیاسی تمرکز میکنن. مثلا میخوام براتون مثال بزنم، عوامل مختلف فاندامنتال شما فرض کنید که جنگ شده، همین الان جنگ اسرائیل با حماسه. خب تو منطقه احتمال وقوع جنگ چه میدونم توی سوریه، عراق، حتی ایران، لبنان بالاست. بعد در نتیجه کسی که ریال داره میره ریالش تبدیل میکنه به طلا، دلار داره تبدیل میکنه به طلا، ریالش تبدیل میکنه به دلار. این میشه اقتصاد بنیادی، یعنی تحلیل بنیادی. تحلیل تکنیکال هم که با چارت و اینا تکنیکال میرسیم بهش، اینجا توضیحات نمیدم، ولی از طریق تحلیل نمودار و الگوی قیمتی. تحلیل آماری هستش، میگه تحلیلگران از ابزار تکنیکای آماری با تحلیل میکنن داده ها رو. بعد تحلیل ریسک دارن، تحلیلگران بررسی و ارزیابی ریسک‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری معاملات انجام میدن. یعنی اینکه همین جنگی که براتون مثال زدم، طرف فرض کن میخواد یک تحلیل اقتصادی کنه قبل از جنگ، با اینو لحاظ کنه که آقا ممکنه تو خاورمیانه این منطقه پرحادثه هر آن یه جنگ اتفاق بیفته، پس یک جایی برای بازی کردن توی تحلیلش برای این ریسک باید قائل باشه. و تحلیلگران ترکیب همه اینا رو میتونن استفاده کنن و استفاده میکنن. خب معامله‌گر کیست؟ معامله‌گر پسر خوب بازار مالی. معامله‌گر عموما فردی است که پول بازار تزریق میکند، باعث ایجاد نقدینگی در مارکت میشه و تنها به فکر سود و زیان در بازار. یعنی الان کاری نداره که طلا رفته بالا، نفت ریخته، این وری شد اون وری شد، به هیچ کاری نداره، فقط تمرکزش روی اینه که آقا یه لبه‌ای پیدا کنه، یک سطحی پیدا کنه که به بازار وارد شه و اصلا براش مهم نیست آقا مثلا بیت کوین از 70 تا 70,000 دلار اومد شد 20,000 دلار، اصلا براش مهم نیست. اون واسش اینه که آقا مثل یک نسیمی در طوفان همراه بشه با پولای بزرگ توی مارکت. بعد ارزم به خدمتتون که معامله‌گران دارایی متفاوتی رو خرید فروش میکنن، قبیل سهام و ارزها و قراردادهای آتی و آپشن و اوراق قرضه و کامودیتی. اینا تو این چند تایی که الان از قبیله به بعد اینا تو اون پست اینستاگرام هست توضیحاتش که مثلا کامودیتی چیه. معامله‌گران در بازه‌های زمانی متفاوتی خرید فروش انجام میدن. معامله‌گران روزانه داریم، پوزیشن تریدر داریم، معامله‌گران طول مدت داریم که این خیلی باحاله، یعنی اصلا چیز جذابیه. معامله‌گران فرکانس بالا داریم که با الگوریتم‌ها خرید فروش انجام میدن. معامله‌گران روزانه هم که اینجوری که طرف صبح بلند میشه میره که دو تا موقع اگه داد بهش میگیره، شب معاملاتشو میبنده میگیره میخواد. پوزیشن تریدر هم براش فرقی نمیکنه، روز باشه، شب باشه، اول هفته باشه، آخر هفته باشه، تو ماه باشه، تو جنگ باشه، هر اتفاقی بیفته پوزیشنش برقرار باشه، ستاپش اوکی باشه، میگیره معامله رو انجام میده. معامله طولانی مدت هم که بیشتر تحلیلشون قوی تر باید باشه دیگه، چون طرف میخواد بگیره یه مدت طولانی نگه داره و بفروشه. مثلا شما نمودار تسلا رو نگاه کنید، ان شاءالله در جلوتر بهش میرسیم. اینکه اونایی که طرفای برابر سال 2013 خریدن و تا سال 2022 نزدیک به 10 سال معامله رو نگه داشتن، چه سودای وحشتناکی انجام دادن. فرکانس بالا هم که با الگوریتم کار میکنه، یعنی اینکه آقا طرف میاد برنامه مینویسه، ربات براش خرید فروش انجام میده و ممکن است تو یک ساعت چندین و چند تا معامله انجام بده. این یه نکته خیلی مهمیه که آقا تفاوت‌های معامله‌گر و تحلیلگر رو باید بدونیم. یعنی اینکه آقا معامله‌گر کیست رو میدونیم، چیست رو میدونیم، تحلیلگر همینطور، و باید تفاوتاشون رو بدونیم. مهمترین تفاوت معامله‌گر و تحلیلگر هدفشون. اصلا برای معامله‌گر مهم نیست بازار کدوم وری بره، هدفش کسب پوله. ولی برای تحلیلگر چون نتیجه کارش با بقیه چیزا ترکیب میشه و منجر به یک سرمایه‌گذاری بزرگ میشه، براش مهمه که بازار کدوم سمتی میخواد بره. گستره بررسی. معامله‌گر احتیاج نیست خیلی بدونه که تو مارکت چه اتفاقی میخواد بیفته، یعنی دلیل حرکات مارکت رو بدونه. بررسی زیاد عمیقی هم لازم نیست داشته باشه، ولی تحلیلگر باید عمیق باشه و
بدونه که آقا این اتفاقی افتاد دلیلش چیه و تأثیر آمارهای اقتصادی، اخبار اقتصادی روی دارایی‌ها رو باید بدونه کامل. راست و دروغ از اینجا نشد میگیره که تحلیلگر همیشه راست میگه. یعنی شما تحلیلگری رو نمیبینید که تحلیلش به خطا رفته باشه. چرا؟ چون خیلی ایف میزنن سر کارش. مثلا میگن آقا اگه قیمت تا اینجا بیاد تا یک سطحی برسه، فرض کن یک سطحی که مثلا خیلی مهم هست، فرض کن $2000 به عنوان مثلا توی اونس طلا، اگه اتفاق بیفته میره بالا، اگه اتفاق بیفته میاد پایین. به عنوان مثلا اگه اومد پایین میگه دیدی اون اتفاق افتاد، اگه رفت بالا میگه دیدی فلان اتفاق افتاد رفت بالا. ولی معامله‌گرا صادق ترن. میگم آقا من انسانم، درصد اشتباه دارم، یه درصد خطا واسه خودم میذارم و ممکنه که من اشتباه کنم. این اتفاق هستش، اسم گوشم راست و دروغ. تفاوت چهارم کسب و کاره. ببینید معامله‌گری کاره و طرف ازش کسب درآمد میکنه، ولی تحلیلگری نمیخوام بگم که کار نیست و طرف کسب درآمد نمیکنه، ولی تأثیری توی جیبش نداره. مثلا اگه اشتباه تحلیل کنه پول تحلیلگریشو داره میگیره ولی اشتباه تحلیل کرد. ولی معامله‌گر اگه تحلیل اشتباه باشه و اشتباه وارد شه مسلماً پول از دست میده و یه مقدار نونش به خطر میفته. آکادمیک بودن گزینه پنجم تفاوته. آکادمیک بودن، تحلیلگرا اکثر آکادمیکن، از الف اقتصاد شروع میکنن، اقتصاد کلان و خرد و اینا همه رو قاطی میکنن توی تحلیلاشون و واقعا هم احتیاج دارن که این اتفاق بیفته و خیلی عمیق‌ترن، با یک سطح عمق خیلی بیشتری بازارها رو رصد میکنن. ولی معامله‌گر نه، معامله‌گر میتونه کاملا بی ربط باشه. مثلا من خودم مکانیک خوندم دانشگاه و زیاد اطلاعات عمیقی نسبت به اقتصاد ندارم، هرچند که تلاش کردم که مطالعه داشته باشم، ولی مسلما قد کسی که توی از 18 سالگی تا 24 سالگی دانشگاه اقتصاد خونده رو مسلما ندارم اطلاعات. تفاوت دیگه‌اش ریسک و خطره. تحلیلگر هیچ ریسکی متحمل نمیشه. چرا؟ چون مثلا کارش این نیست که خودش رو درگیر ریسک‌های بازار کنه. چون اگه می‌خواست این کارو کنه میشد معامله‌گر. معامله‌گر خودش، پولش، اعصابش، روانش، کمخوابی، بیخوابی، استرس، ریزش مو، گودی زیر چشم، اینا همش حاصل از اینه که داره خطر میکنه، ریسک میکنه و براش مهمه پولش، از دست دادنش دردناکه براش. پس در نتیجه این تقریبا این تفاوت‌ها رو دارن. حالا میتونه تفاوت‌های بیشتر داشته باشه ولی همین کفایت میکنه که بدونیم. و نکته بعدی اینه که هر معامله‌گری حتما یک تحلیلگر است، ولی هر تحلیلگری معامله‌گر نیست. نکته طلایی رنگشو نمیگم، مفهومشو میگم، رنگش قرمزه. خب بریم واسه نقشه راه معامله‌گری. نقشه راه معامله‌گری پله اولش، پیچ اولش میشه کنجکاوی. شما همین که الان دارین ویدیو نگاه کنید ممکنه تو همین وضعیت باشید. در مورد بازار مالی شنیدی سود و ویدیوهایی که توی فضای مجازی میبینی آقا من تو 5 دقیقه $10,000 هستا، نمیخوام بگم نیست، نمیشه، ولی میخوام بگم که از کجا معلوم برای شما بشه. ویدیوهای سودای نجومی گول خوردن، داشتن حس مثبت نسبت به معامله‌گری و نادیده گرفتن دشواری‌ها معیب. ببینید شما هر چیزی که براتون گنگ باشه و حس خوب در شما ایجاد کنه و اینکه یه چیزی تازه دارین یاد میگیرین، مغزتون نسبت به چیزهای منفی اون کار بی‌توجه میشه. یعنی اینکه آقا همون اول واسه همه اتفاق میفته در همه زمینه، در همه بسا. آره مغزتون نسبت به معایب سوگیری داره، لحاظشون نمیکنه معایب. پیش دوم ماه عسل. ماه عسل میشه آشنایی اولیه پیدا کردن یک دوره یا پکیج، کمی تامین و سود کردن و توهم این که تو این مرحله کار تمامه. آقا من 3 ماه آموزش دادم تمومه، بزن $5,000 شارژ کن صبح یا علی برو که رفته. و $5,000 رو هی از دست میدی، کوچیک‌تر میشه، میذارین تو بانک خیلی بهتر.
اغلب افراد از کار خود خارج میشن، میخوابونن زیر گوش رئیسشون، کارفرماشون، به نیت اینکه معامله‌گر تمام وقت بشن. ولی اما پیچ سوم زهرمار اسمشو گذاشتم. این لول مهمترین لولیه که هر معامله‌گر طی میکنه، به دلیل اینکه اینجا با خودش صادق میشه، مارکت باش صادق بود، خودش با مارکت صادق میشه. یه روبرو شدن با حقیقت مارکت این مهمترین مرحله است که افراد متوجه میشن داستان از چه قراره. افراد در این مرحله دو دسته میشن، دسته اول فرار میکنن، دسته دوم میمونن و منطقی میشن و اصولی پیش میرن. اگه تو این مرحله ای من بهت پیشنهاد میکنم که فرار کن. اگه این مرحله رو رد کردی، اصولی داری پیش میری، من مخلصتم. مرحله چهارم جوون است. یعنی افراد این مرحله بسیار آسیب پذیرن، چون با حقیقت روبرو شدن، مسیر رو درست رو انتخاب کردن، ولی خیلی شک و تردید دارن. چرا؟ چون که پولشون درگیر میشه. یعنی اینکه نه لزوما پولشون رو، منظور این که تو مسیر هستن میخوام ببینن که آقا اگه پولمون درگیر شه اینجا میتونیم نمیتونیم، چجوریه چجوری نیست، اینجا استراتژی جواب میده جواب نمیده، من خنگم، مارکت بیرحمه، هزار جور فکر و خیال میکنن اینا، چون هم آسیب دیدن هم از آینده مبهم میترسن. با تداوم بالاخره راه خودشون پیدا میکنن. مرحله پنجم رستگاری. همون افراد آسیب پذیر الان دیگه با تمرین و ممارست یک آدم الهام بخشونه که علاوه بر موفق بودن هم خودش رو خوب میشناسه، هم مارکت اون رو به انسان بهتری تبدیل کرده. سلام تریده. عرضم به خدمتت که مارکت مثل یه آینه میمونه. در ادامه من حالا براتون منبر میرم در مورد روانشناسی و اینا، ولی اینو بدونید مارکت مثل آینه میمونه. ترست، ضعف، طمعت، غمت، غصت، خشم، همه رو میخوابونه تو صورت، میکوبه تو صورت آدم و اونجاست که باید اینا مشکلات مرتفع کنی و به آدم بهتری تبدیل بشی. خب یادتونه گفتم که ما تو تکنیکال عمیق میشیم. قسمت تفاوت معامله‌گری و تحلیلگری اینجا تموم شد. ما میخوایم بریم آقا سمت ابتدا تحلیلگر تکنیکال و در انتها برسیم به معامله‌گر. پس بدونیم که تحلیل تکنیکال شما رو به تحلیلگر تبدیل میکنن ولی لزوما معامله‌گر نمیشی. پس از اینجا به بعد ازت خواهش میکنم که فاز جورج سوروس بر نداری اگه چیزی یاد گرفتی و اینکه بچه خوبی باشی دیگه. خب تحلیل تکنیکال چیست؟ تحلیل تکنیکال آنالیسیس در بازار مالی روشی برای پیشبینی رفتار احتمالی نمودار از طریق داده‌های گذشته همچون قیمت و تغییرات آن، حجم معاملات و غیره است. این روش در تمام بازارهایی که بر اساس عرضه و تقاضا فعالیت می‌کنند کاربرد دارد. عرضه و تقاضا چیست؟ معموله. در اینجا الان معموله. بازارهای همچون ارزهای خارجی، فارکس، ارز دیجیتال، کریپتوکارنسی، یک کوچولو این بدتر خوشگل‌تر میشد، بورس اوراق بهادار، استاک، بازار طلا، فلزات گرانبها، مسکن، به طور کلی هر بازاری که سوابق قیمتی و معاملاتی آن وجود داشته باشد میتونه استفاده کرد. شما به اون قیمت مرغ زنده، قیمت مرغ کشتار شده شما داده داشته باشی قابل تحلیل هست. تفاوت تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی چیست؟ تحلیل بنیادی اشاره ریز بهش کردم. اینجا باید دوباره من برگردم به صفحه عزیز اینستاگرام. مرسی از مارک زاکربرگ عزیز. اینجا پست داریم تحلیل فاندا یا فنی. یک ویدیو 2 دقیقه‌ایه از سایت اینوستوپدیا دزدیدم و توضیحات داره دیگه. اینو بریم ببینی حتما، اینجا در موردش توضیح داریم. خب میریم واسه اسلاید بعدی. تاریخچه تحلیل تکنیکال در جهان. تحلیل تکنیکال که ما اونو به شکل امروز میشناسیم اولین بار به وسیله آقای دا تحت عنوان تئوری دا در اواخر قرن 19 معرفی شد.
علاقه بیشتری دارین اینجا یه رشته ریز کردم، میتونین برین قشنگ تاریخشو بخونین، تاریخچه‌شو بخونین. یکم اینجا زودتر پیش بریم برسیم به اصل مطلب، حوصلتون سر نره. مفاهیم اصولی از طریق تکنیکال. ببین 3 تا اصل داره، این 3 تا اصل رو باید بپذیری. یادمون ویدیو گفتم باید رشد کنی. این 3 تا اصل رو باید بپذیری و پذیرش کلامی نه، پذیرش قشنگ درک و مفهومی، تا بتونی درک کنی که چی به چیه. همه چیز در قیمت نهفته است. خیلی نکته مهم. همه چیز در قیمت نهفته است. یعنی که آقا تحلیلگر تکنیکال قیمت واسش مهمه. این که آینه میدونم الان جنگ، الان صلح، الان روسیه اینجوری، الان آمریکا اونجوری، انتخابات فلان بیساره، همش میره کنار. همه چی در قیمت نهفته است. و یادتون نره در داخل پرانتز بگم تکنیکال علم توجیه. یعنی شما استاپ بخوری میگه دیدی اینجا این اتفاق افتاد، تیپی بگیری دیدی قدرت خودم بود. استاد در ابتدای کار استاد توجیه کردنش. میگه تا زمانی که به درک درستی از این جمله نرسیده باشیم پیش شبیون تو تکنیکال کار بیهوده ای. اول باید به این بابت برسی که همه چی قیمت. و جلوتر از فاکتورهای سیاسی و فاندامنتال و جغرافی و سایر فاکتورها لحاظ عمل میکنه. میدونی چرا؟ دلیلش اینه که سیاست و اقتصاد در هم پیچیدن. سیاستمدارا اقتصاد رو پوش میکنن، اقتصاددانها سیاسیون رو حمایت میکنن. همیشه این بوده. یه فیلمی در این مورد به سریال معرفی کنم، گیم آف ترونز رو ببین که پول و سیاست همیشه در کنار هم دیگه بودن. پس در نتیجه چرا میبینیم تو قیمت لحاظ میشه؟ خاطر اینکه اون سیاسی که میخواد یه حرکت عمیق بنیادی انجام بده مسلما با اون کسی که پولش تو مارکت درگیره مراوده داره و میشه تشخیص داد که چیکار دارن میکنن. و خبرم همینطور. خبر تو از منشأ خبر بیاد به من و شما به فرض از طریق فاکس نیوز، از طریق سایت های مثل فارکس فکتوری به چش و گوش و سمع بصرمون برسه، اون وسط 4-5 واسطه رد کرده. پس در نتیجه خبرها هم سوخت میشن قبل از اینکه بخوان منتشر بشن. پس همه چی قیمت. اصل دوم آینده شبیه به گذشته است. یعنی ما میگیم آقا پترن وجود داره توی مارکت، الگو وجود داره. اون الگو چجوری عمل میکنه؟ به این دلیلی که مثلا فلان موقع عمل کرده، 2 روز پیش عمل کرده، 2 سال پیش، 20 سال پیش عمل کرده. پس تکرار گذشته در آینده برای ما مهم میشه. قیمت تمایل تکرار شدن دارن. ذات تکراری حرکت قیمت به روانشناسی بازار نسبت داده میشه. به بیان دیگر شرکت کنندگان در بازار تمایل دارن که در طول زمان واکنش مشابهی به نوسانات بازار ارائه دهند. یعنی که آقا جزء مارکت که انسان‌ها تشکیل میدن یک چیزی داره به نام روانشناسی و رفتار بازار که اینا واکنش مشابه نشون میدن. ممکنه بعضی موقع واکنش بدبی نشون بدن، از ترس باشه، بعضی موقع ممکنه واکنش روی حماقت نشون بدن. و یک موجود زنده است. بازار یک موجود زنده است که در قالب ریاضیات نمی گنجه و در قالب مفهوم قیمت که ربط به روانشناسی داره می گنجه. و در این خودم خیلی تمایل دارم که تو این قضیه خیلی عمیق بشم که روانشناسی خوب پیش ببریم، در مورد قیمت خوب صحبت کنیم. ولی همین که بدونیم که آقا آینده شبیه گذشته است. تمام شد رفت. میگه آقا نمودارها 100 سال مورد استفاده قرار میگیره، هنوزم داره مورد استفاده قرار میگیره. الگوهای قیمتی هم همینطور. پس میشه از استفاده کرد. قیمت‌ها تمایل به حفظ روند جاری داره. قانون اول نیوتن، اینرسی. یا قیمت در اون روندی که طی میکنه دوست داره ادامه بده و خیلی با روند مبارزه نکنه. و میگن سوال میلیون دلاری اینه که روند چیه؟ ما بتونیم روند رو پیدا کنیم و بدونیم چیه، کارمون راحت میشه. قیمت ها بر اساس روند ها حرکت میکنن و به عبارت دیگر قیمت ها دوست دارن که روند فعلی خود رو حفظ کنن به جای آنکه تغییر جهت بدن. این هم که قانون اول.
خود ادامه میدهد تا زمانی که آماده بازدارنده آنها متوقف شد. آنها رو متوقف کنیم یا قیمت ها به روند فعلی خود ادامه میدن تا زمانی که عوامل بازدارنده حرکت متوقف کنن. میرسیم به اسلاید آخر. اینجا یکم حال دادیم به خودمون. واژه تکنیکال وقتی در مورد بازارها و معاملات مورد استفاده قرار میگیرد معنی بسیار متفاوتی از معنی رایج دارد. منظورم اینه که تکنیکال این نیستش که تحلیل فنی منظورم نیست، مثلا یه مقدار عمیق‌تر. اصطلاح تحلیل تکنیکال برای بررسی یک بازار به این معناست که به جای توجه به یک کالا و خدماتی در اون بازار معامله می‌شود فقط به رفتارهای بازار توجه کنید. اصلا مهم نیست چارت چی باشه، اصلا مهم نیست. شما بلد باشی، مثال زدم بعد دیگه، مرغ زنده تا داو جونز آمریکا رو میتونی معامله کنی. تحلیل تکنیکال دانش ثبت تاریخچه معاملات معمولا به صورت نمودارهای گرافیکی و سپس پیشبینی روندهای محتمل در آینده بازار است. اینجا چشم بسته غیب گفتم. تحلیل تکنیکال رو میتونم به سه صورت مطرح کرد. تحلیل نوسان گذشته قیمت با انگیزه پیشبینی تغییرات آینده قیمت، تحلیل مبتنی بر رفتارهای بازار از طریق مطالعه نمودار قیمت، میانگین متحرک قیمت و حجم معاملات باز، شکل‌گیری الگوها و شاخص‌های تکنیکال، روشی برای پیشبینی قیمت کالا بر اساس الگوهای تغییرات قیمت و تغییرات حجم معاملات بدون در نظر گرفتن عوامل بنیادی بازار. و جمله آخر تموم میکنم این جلسه رو با این جمله درخشان: هنر تکنیکال با تاکید بر واژه هنر تشخیص زمان تغییر روند قیمت‌ها در نخستین مرحله تغییر قیمت و سوار شدن بر موج جدید قیمت است. یعنی چی؟ شما موج سواری یاد بگیرید تا زمانی که شواهد جدید نشان بدهد که روند جدیدتری در حال شکل‌گیری است و تحلیلگر تکنیکال قبل از اینکه تمام بازار متوجه تغییر روند بشند تصمیم‌های سرمایه‌گذاری خود را اتخاذ می‌کنند. مرسی که تو این جلسه همراهم بودی. اگه کم و کاستی داشت ازت عذرخواهی میکنم. ازمون حمایت کنین. حمایتتون باعث دلگرمی ما میشه و اینکه بدونی تمام تلاشمو میکنم که هر آن چیزی که بلدم خالصانه و صادقانه میگم، هر آن چیزی که بلدم به صورت کاملا رایگان در اختیار همه مردم قرار بدم. به امید اینکه تو این وضعیت نابسامان کشور چه لحاظ اقتصادی و چه بقیه لحاظ یه دلگرمی باشیم برای کسی که از خودمون چند متر عقب‌ترن تو این مسیری که همه با هم داریم طی می‌کنیم و امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. ممنون میشم حمایت کنین. حمایت احساس میکنم که این حمایت باعث میشه که آدم انگیزه بگیره، به این دلیل که بدونی که چند نفر دارن میبیننش احساس مسئولیت میاره. و خیلی مخلصم. ارادتمند شما، میداد یادگاری، اینجا اینوستیفای. ارادتمند.